من الان فردا زایمانم. خب دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم و گلدوزی اون اسم ولی اون اسم دیگه رد شده بود. سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از یوتیوب با من. خب امروز میخوایم راجع به اینکه چی شد که بالاخره تونستیم اسم انتخاب بکنیم و باهاتون در میون بذارم. بین ما ترکمن‌ها خب رسم اینه که اسم رو خانواده همسر انتخاب میکنن و این نسل در نسل همینجوری ادامه پیدا کرده و خب میدونستم که چقدر هم شور و شوق دارن که اسم نوه‌شون رو انتخاب بکنن و منم به این قضیه احترام گذاشتم و کلا سپردم به خانواده همسرم. هیچی 3 ماه شد، 4 ماه شد، 5 ماه شد، 6 ماه شد، اونا هم نمیتونستن تصمیم بگیرن چه اسمی رو انتخاب کنن و میدونستم که اونا هم اندازه من روی مقوله اسم حساس و وسواس دارن دیگه. حالا منتظر بودم، من هم اصلا اسم نگاه نمی‌کردم و جالب اینه خیلی از من میپرسن چه اسمایی توی ذهنت هست و میگفتم اصلا فکر نمی‌کنم. خیلی اصلا باورشون نمیشد که اصلا فکر نکردم راجبش، چون همه اسمای جدید قشنگم، ممکنه خب یه اسمی به دلم بشینه و کلیک بکنم روی اون اسم. خلاصه ماه 7 شد، ماه 8 شد، آخر ماه 8 مادر شوهرم بود فکر میکنم پیشنهاد یه اسم داد. اینو گوش کنید، خیلی جالبه و اون اسم خیلی اسم قشنگی بود، اسم ترکمنی بود. منم دوست داشتم اسم ترکمنی باشه، یا ترکی باشه یا ترکمنی باشه. حالا این اسمی که پیشنهاد داد همه هم موافق بودیم، خواهر شوهرم اینا، همسرم، همه اوکی بودیم دیگه. منم رفتم به مامانم اینا گفتم آره اسمش این شده بود دیگه، با این اسم صدا می‌زدیم یه مدت تا اینکه نمیدونم چی شد که ماه آخر، یعنی من الان فردا زایمانم. خب دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم. حالا نمیدونم اینقدر این اسم رو صدا زدیم برامون تکراری و قدیمی شد که پدر شوهرم گفت بیایم بشینیم جدی تصمیم بگیریم چه اسمی بذاریم. یا حالا یه سری از اطرافیان شنیده بودن بعد مخالفت کرده بودن یا میگفتن این اسم خیلی اسم قدیمیه. بعد گفتن حالا بیاین تصمیم بگیریم راجع به این اسم که چی باشه. بعد حالا ما می‌خواستیم اسم رو عوض کنیم، ولی از این طرف هم مامانم لحاف دوشک سفارش داده بود با اون اسمه و خلاصه که اون گلدوزی اون لحاف دوشک اومد با اول همون اسم که اون موقع اسمی که انتخاب کردیم اسم آینا بود، یه اسم ترکمنی خیلی قشنگ بود. ولی خب میگم به اطرافیان که میگفتیم اسم قدیمیه یا گفتن بیشتر فکر کنید. حالا نمیدونم چطور شد که آخر سر حالا گفتیم که یه اسم دیگه باشه و عوض شد. برای همین توی انتخاب اسم یا جدی تصمیم بگیرید و قطعی رو حرفتون بمونید، یا هم که اگر که براتون نظر بقیه و اطرافیان مهمه، یعنی افراد درجه 2 3 مهمه، سعی کنید کلا اون اسمو نگید، چون منصرفتون میکنن، ناراحتتون میکنن، دو دلتون میکنن. خلاصه حالا اینجا رو تعریف کنم. ما همه خونه پدر شوهرم اینا بودیم. پدر شوهرم گفت خب بیاین حالا تصمیم بگیریم جدی و همتون فرصت میدم یه چند ساعتی فکر کنین، هر کسی یه اسم پیشنهاد بده و من میخوام اینو یادداشت بکنم. بعد هیچی، حالا توی این مدت اسمای مختلفی هم بهم پیشنهاد میدادن. حالا محیط کارم میرفتم یه سری اسم میگفتن، بچهای دوستام دنیا آمده بودن اونا میگفتن این اسم قشنگه با حرف آ انتخاب بکن، یا اسم ترکی بذار، یا اسم قدیمی فارسی خیلی قشنگ میگفتن. واسه هر کدوم یه چیزی تو ذهنمون بود. خلاصه 1 ساعت گذشت و من دیگه با همسرم هم صحبت کردم، گفتم من از این اسم خیلی خوشم آمده و دیگه 1 ساعت گذشت و پدر شوهرم آورد دفترشو، آورد شروع کرد گفت خب به ترتیب بگین چه اسمی مد نظرتونه. همسرم یه اسم گفت، منم یه اسم پیشنهاد دادم، بعد خواهر شوهرم هر کدوم اسم پیشنهاد دادن، ولی خب اونا میگفتن هر چیزی که برادرم خودش بپسنده دوست داشته باشه ما هم با هم موافقیم. و مادر شوهرم اسم پیشنهاد داد و پدر شوهرم. حالا این لیست اسامی که پیشنهاد شده بود همشون هم با همه اسامی هم هممون اوکی بودیم. مثلا خواهر شوهرم یه اسمی میگفت، مثلا مادر شوهرم خوشش نمیومد میگفت این اسمو میتونی عوض بکنی یکی دیگه بگی، میگفت آره این اسمم قشنگه، بعد اینجوری جایگزین میشد. خلاصه یه اسمای چیده شد که هممون با همش موافق بودیم.
حالا این اسامی چیا بودن؟ یکیش همین المای بود، یکیش اسم یلدز بود، یکی اسم آیسو بود، یکیش هم یادم نمیاد، اسم خیلی قشنگی بود. بعد این اسامی مونده. حالا نمیتونیم تصمیم بگیریم کدوم اسم باشه. آخر پدرشان گفت خب اگر با همه این اسامی موافقین بیایم ما قرعه کشی کنیم ببینیم که کدوم اسم در میاد و اگه اون اسم رو در آوردیم دوست نداشتیم، مثلا پدر مادرش دوست نداشت، یعنی عروسمون رو پسرم دوست نداشتم، یکی دیگه قرعه میکشیم. گفتیم باشه. هیچی دیگه، همه رو نشستیم نوشتیم. حالا 5-6 تا اسم بیشتر نبود. همه رو نشستیم نوشتیم و پدرشم هم خودش کشید و اسمی که در اومد همین اسم المای بود. بعد حالا اینجوری شد که پدرشم هم گفت یهو این اسم کنسل بشه چی، باز مثل سری قبل بشه چی، یه اسم زاپاس هم در بیاریم که این حالا ثبت احوال موافقت نشد، چه میدونم شما نظرتون عوض شد دوست نداشتین این اسم رو، یه گزینه دومی هم باشه. و دومی هم کشیدن، دوباره همین اسم المای بود چون 2 نفر اسم المای پیشنهاد داده بودن و خب اون اسم رو ما دو تا اسم المای گذاشته بودیم داخلش. اسم سومی هم که در اومد اسم یلدز بود و قرار شد که اگر احیانا با اسم المای مشکل داشتیم اسمش باشه یلدز. دیگه خلاصه اسم رو انتخاب کردیم، تقریبا دیگه همین یه هفته پیش بود دیگه. اسم رو انتخاب کردیم و یک گزینه دومی هم بود برای انتخابمون و من دیگه خواستم به خانواده‌ام بگم که اسم اینه، لعاف تشکش اومد. لعاف تشکش با اسم آینا اومد. هیچی، حالا بخند. اصلا یه وضعیتی بود دیگه. مامانم میگفت ای بابا شما اگه قطعی نبود به من میگفتی، من لاغر اینو گلدوزی نمی‌کردم. انقدر مطمئن صحبت کرده بودیم، یعنی اسمش کلا با آینا صدا می‌زدیم دیگه، کسی فکرش هم نمی‌کرد بخواد لحظه آخری عوض بشه این داستان. و الان من یه لعاف تشکی دارم با اول اسم ایه، ولی اسم کوچولوی فسقلی ما با این شروع میشه. حالا منم میگم بر اساس فارسی الف دیگه، ای و آ فرقی نمی‌کنن با هم. و المای هم اسم قشنگیه، به نظر من هر اسم قشنگی خودشو داره، فقط مهم اینه که به دل خودت و خانوادت بشینه و همه دوست داشته باشن. و دیگه همین چند روز پیش اسم رو بالاخره تونستیم انتخاب بکنیم. سری من یه مکعب اسمش رو سفارش دادم، تو همین هفته من لیبل اسم تازه سفارش دادم که آماده بکنن، چون قبل این اصلا مشخص نبود، هی اسم عوض میشد. و دیگه فردا که زایمان دیگه بعید میدونم اسم بخواد عوض بشه، من دیگه همه خریدامو رو همین اسم بستم. اسم المایم یه اسم ترکیه و دیگه اینکه اینجوری شد دیگه. اسم کوچولوی ما هم با در نظر گرفتن خانواده ها و البته پسند کردن